برای آموزش تنفس شکمی به کودکان و استفاده از قایق کاغذی یا هر وسیله دیگه‌ای که می‌خوایم روی شکمش قرار بدیم تا حرکت نرم و آرام شکم رو درک کنه به هنگام تنفس شکمی، پیشنهاد میشه که زیر گردنش از بالش یا هر وسیله دیگه‌ای استفاده نشه. اما خب این سوال به وجود میاد که خب کودک میخواد اون رو ببینه و چطور میتونه ببینه و درکش کنه. اول از همه شما زمانی که خودتون اون رو نشون بدین، یک قایق کاغذی رو بذارید روی شکمتون، تنفس شکمی رو انجام بدین و از کودکان بخواین که شما رو ببینن، میتونه در واقع در وهله اول کمک کننده باشه برای اینکه بتونن در واقع نحوه انجام صحیح اون رو ببینن، یاد بگیرن و وقتی که انجام میدن میتونین ابتدا دونه دونه بچه‌ها رو تک تک هدایت کنین و بقیه بچه‌ها هم دوستشون رو ببینن. یعنی در واقع حرکت صحیح رو روی بدن شما و سایر دوستانشون ببینن. و بعد زمانی که خودشون انجام میدن میتونین دعوتشون کنین به درک اون تجربه به جای دیدن اون. یعنی دیدنش رو روی بقیه انجام بدن و وقتی خودشون دارن رو انجام میدن دعوتشون کنیم به درک درونی. یعنی دعوتشون کنیم به اینکه چشماشون رو ببندن اگر آمادگیش رو میبینید در بچه‌ها و اون رو احساس کنن درونشون. میتونن با دستشون قایق رو بگیرن و در واقع دو طرف شکمشون بذارن روی پهلوهاشون و بخشی از در واقع انگشت‌ها روی شکم و محدوده ناف و کف دست‌ها تقریبا میاد رو به پهلوها. به این شکل بچه‌ها میتونن درک کنن حرکت اون قایق رو و اگر بخواد دیدنش برای لحظه‌ای باشه میتونن گردنشون رو بیارن بالا و ببینن، موردی نداره. اما اگر گذاشتن بالش زیر سر به هنگام تمرین‌های آرامبخش بخواد تبدیل به یک عادت بشه یا یک روال، این چیزیه که قطعاً پیشنهاد نمیشه.